استاد عزیز، یک سوال در مسئله طلاق داشتم. برادر من وقتی در قزاقستان بودنش با همسرش هم طریق واتساپ نویس کردن. مقصد در بینشان چین و فهمی شده است و همسرش از او طلاق طلب کرده است. حاضر باشد پشیمون از همسرش. برادر من با اون نوشته باشد که جوابت را دادم، خونه اتون را میخنم شایی باشد. جوابت را حکمی چی؟ همین چی؟ جوابت را دادم خونه اتون را گفته باشد. اصلا مسئله های طلاق باید خودی، نه فقط مسئله های طلاق، همه مسئله باید خودی صاحبی مشکلی پرسد. یک دویمش در مسئله طلاق دروغ گفتن در همه مسئله ها ممنوع است. با در مسئله طلاق آدم ها دروغ میگن، حتی نمازخانه هم. یعنی که من نیو برادرم، خواهرم، یزنم، فلانیم، خیلی فلانی برادر یا یک دوستم، دوست طلاق داده باشد دوستت پرسد. مثلا این برای عمومی برادرها، برای شما داخلش نیست، برای همه. یعنی مردم در مسئله طلاق این یگان جایی مثلا خودی با خودش شده باشد هیچ گپی ندارد. اصلا سوال مردم در نزد اهل علم امانت است، خاصتا اگر آنجا سر و اسرار عائلوی باشد. اینا به مردم گفته نمیشد مگر هم با وجهی یعنی مخفی، یعنی نام و نسب نگرفته، برای عبرت شدن برای دیگرها در حالتهای مخصوص. خلاصه برادر عزیز، اولش این که هر یک آدم سوال خودش رو خودش میدهد. بنابراین صحابه هایی که سوال خود رو خودشان ندادند عذر خود رو بیان کردند. حضرت علی گفتند که کنت رجلا مذاء، من یه مرد سرمدی بودم، فاستحییت ان اسال رسول الله صلی الله علیه وسلم بمکان ابنته منی. از سبب آنکه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم همسری من بودند، از همین سبب من شرم داشتم که این مسئله های یعنی عیب، خاصتا همراهی پدری دختر، پدری همسرش، یعنی خسور میگوین، عیب است. و همین شرم داشتن علی را رضی الله عنه علما دلیل کردن که انسان باید در نزد یعنی برادر، پدر، نزدیکان همسرش یعنی شرم و حیا، آداب و اخلاق را بسیارتر رعایت کند. چون که حضرت علی همه سوال ها را خودشان از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسیدن، لیکن این مسئله را نپرسیدن، چون که گفتن دخترشان در زیر من است. بنابراین مقداد را امر کردم که پرسد در مسجد. حضرت علی شنیده ایستادند جواب را، لیکن سوال فقط دیگر کس داده ایستاده است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فرجت را بشوی و طهارت کن. گفتند این دلالت میکند که مزی که برآمد فرج و اطرافیان آن را شسته میشد و طهارت میکند، غسل نمیکند. خب اینجا حضرت علی سبب خودشان سوال ندادنشان را بیان کردند. یا یک زنی گفت که یا رسول الله دختری من در عده نشسته است. زنی که در عده نشسته است کوچه برآمدنش منع است، بنابراین من آمدم یا رسول الله، یعنی که برای سوال دخترم من آمدم. دخترم درد چشم است، آیا برای او اجازت است که سرمه مالد؟ اصلا به زنی که شوهرش وفات کرده است سرمه مالیدن، نقش و زیب و زینت، کوچه برایی من از 4 ماه و 10 روز و عده شیند. یگانه شخصی که یعنی به اصطلاح مردمی ماتم میکند این زن است. زنی مرد میت. همین یک زن باید 4 ماه و 10 روز کوچه نبراید، به خودش زیب و زینت هم نمالد. ببینید عده نشسته است، کوچه برآمدنش ممنوع هست. بنابراین من آمدم یا رسول الله، عذری سوال دخترش را بیان کرد. خب برای چی علما رحمت الله علیهم و در شریعت به سوال بیگانه جواب دادن ممکن نیست؟ برای اون که جواب رو غلط برده میرساند. خب در مسئله ما شاید که اون برادر شما امکانیتی مثلا تکنیک رو نمیفهمد، واردی
برنامه شده نمیتوند. این خیلی عذرها شدنش ممکن، اگر جواب رو او گوش کند ممکن است، لیکن برای چی برای شخصی فتوا دهنده و سوالهای شرعی مردم جواب گوینده مباشرتا لازم است، برای آنکه این به استفسار محتاج میشد. شخص مفتی حاجت پیدا میکند که از اون آدم پرسد در اینجاش چی گفتی، در اونجاش چی گفتی، در اینجا چی گفتی، در اونجاش چی گفتی، در کدام حالت بودی، مست بودی، هوشیار بودی، کدام حالت بود. به این سوالها این میانه رو جواب گفته نمیتوند. یک دویمش جواب احتمال است که نادرست نقل کند و این بسیار مشاهده شده است. سوال رو هم نادرست نقل کردگی ها هست، چون که تقریبا 90% مردم سخن را چه خیلی گفته شد همین گونه شنیده، همین گونه رساندن همین امکانیت ندارن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن در حق شخصی که سخنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را چه خیلی که شنیده است همین گونه به مردم رسانیده است، نه زیاد کرده است نه کم. نبر الله امرا سمع مقالتی فحفظها فادها کما سمعها. الله تعالی رویش را پر نور و منور گرداند شخصی را که سخنی مرا شنیده است سپس آن را حفظ کرده است و او را ادا کرده است چه خیلی که شنیده است. ما اینو تجربه کردیم در بین تقریبا 50-60 نفر مردم. یک جمله سخن میگوید، همین جمله‌ای که از شما شنید به دیگر کس در حضور آدم ها تغییر داده میرساند، چون که این امکانیت هر کی ندارد. این هم یک خصوصیت است که سخن چه خیلی که هست و صحابه ها یا بعضی محدث ها با لفظش حفظ میکردند. با مرادف نادرست است، بعضی ها مرادف های نادرست استفاده میبرد. مثلا یک آدم گفته است که فلانی شما را مشین گفته است، این آدم در دستش کفگیر طعام میپخته است، کفگیر گرفته همین به سری آدم رفته است که برای چی منو مشین گفتی؟ گفت من پیشق گفتم گفته است. پیشق همیشه یک شاید اصطلاح ازبکی باشه در بین مردم ما هست. من شما پیشق گفتم مشین نگفتم گفته است. بعد این آدم خبر رساندگی خبر کشه گفته است که چی گفت؟ گفت پیشق گفته. شو مشین گفتی؟ گفت من پیربادش گفتم. پیرباد بخیر نمیشه داخل. یک آدم یک برادر در مسجد بین تاجیکای و ازبکا ترجمان شده است. آویدی تربوز، اونو نرخی تربوزه گفتین اینا سودا کردین، یکی میگه شب و شب بگذشتم میگه. خیلی که ترجمه خطا کرده سفیر ترجمه نمیداند. دو گروه مچه ازبکا که تاجیکا در سرحد زنازنی بگذشتن. سبب چی؟ سبب همین ترجمان خطا ترجمه کرده است. گپه اینجا ایران گپی جنگاور جنگی نبود است، جنجالی. بنابراین این ما ذکر میکنیم برای چی؟ برای اینکه برادرها اهمیت دهند. پخش مستقیم سوال و جواب که هست درست شنیدن، سوال آدم هم درست شنیدن و درست نقل کردن و فتوای هم بعد شنیدن درست نقل کردن، این مهارت است. این هر کی کرده نمیتونه. بنابراین من در زمان ما خوب است که این را خودش میبرید میتید یا میفرستونید گوش میکنن. لیکن به هر حال این قاعده شرعی هست که هر یک آدم باید سوال خودش را خودش دهد. این یک. دومش من باب معلومات، کسی که آغاز برادر در خط علاقه هستن، برادر او برادرتان طلاق داد یا که جوابت را دادم گفت راستش گوید چه خیلی که هستم خیر. استاد عزیز با من همین خیلیتن که نوشته باشد که مثلا جوابت رو دادم یا که سر دادم جوابت را دادم این لفظی صریحی طلاق نه. الا بعضی علما گفتن که در وقت جنجال گوید یا در وقت طلبی طلاق زن گوید ولی طلاق می افتد گفتن. به هر حال در این مسئله طلاق باید به نزد قاضی چی کنن؟ مراجعت کنن. یعنی برای چی به نزد قاضی؟ یک آدمی که وظیفه خودش وظیفه قاضیگی را قبول کرده است، برای سوالهای مردم وقتی خودش جدا کرده است، اون آدم اکنون پیشتر در اصلا در سیاست شریعت قاضی هست. قاضی وظیفه دار است که مردم را گوش کند، کاتبهایش نویسد سخن آنها را، سخن مثلا طلاق دهنده را، سخن شاهدا را، سخن همسرش را همشه می نویسد.
احتمال است که قاضی 10 مراتب 10 نمود کرده سوال میدهد، هر جواب آنها را می نویسد کاتب ها. بعد اینا جواب میدهند، اونو می آموزند 3 روز 4 روز 1 هفته 2 هفته، با یگان نفهمه یگان عالم دیگر میبیارند. بعد یک روز دیگر اگر سود به اشتراک کرده باشد، بعد سودی نهایی میشد، بعد اعلام میکنند که طلاق شد یا نشد. بنابراین برادرها این گونه یعنی بله ما مسئله های طلاق بیان میکنیم، این برای همچون معلومات، لیکن این فتوا نیست. مسئله طلاق مسئله حلال و حرام است. یک جمله سخن کردی یا زن و شوهر غیری شرعی زندگی میکنه تا روز قیامت گناهش به سبب همین فتوا دهنده است. یا اگر رفت و آنها زندگیشان حلال باشد و طلاقشان واقع نشده باشد، اگر آنها جدا کند حرام است زندگیتان گوید و آنها جدا کند، عذابی همون جدایی زن و فرزند، جدایی مادر و فرزند یا پدر و فرزند، جدایی اون زن و شوهر که شاید همدیگر دوست می داشتند، بر ذمه همین فتوا دهنده است. این آسان نیست برادران. بنابراین عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می گفتند این شخص مفتی خودش باید بین جنت و دوزخ ماند، این طرفش جنت این طرفش دوزخ نظر کند یا بعد فتوا دهد. مسئله های آسان نیست برادر. بله مسئله های طلاق ما گفته میگذاریم، کسی 3 طلاق گفت 3 طلاق میشه در نزد جماهیر علما، یعنی 99% علما. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، تمام شاگردان و اصحابشان و این گونه امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، محدثین، فقها، همه طلاق 3 میگن. مثلا کسی 3 طلاق داد، بله بعدی 700 سال شیخ الاسلام رحمت الله علیه اینا گفتن طلاق 3 یک حساب میشد با شرط های زیرین، در حالت های زیرین شرط و شروط دارد. اینا خلافی 4 مذهب فتوا دادن در این مسئله. بنابراین احتیاط شد. تازه بعضی برادرها این مسئله ها را آمیخته میکنن. خب مسئله مثلا گفت که من جوابت را دادم، نیت اعتبار است. نیتش چی بود وقتی که این گپ را گفت؟ اگر نیتش در وقت جوابت را دادم طلاق باشد، طلاق واقع میشد. اگر نیتش جوابت را دادم یعنی همچون یه مدت به خانت را به خانت جواب، اینا لفظهای صریح نیست، یعنی صریح طلاق نیست. اینا نظر کرده میشه به نیتش. باید در نیتش دروغ نگوید. اگر دروغ گوید شما فکر نکنید که از دروغ گوید مفتی ها این خیلی شد طلاقتان طلاق میگوید زندگیتان حلال است. نه آخر شما ان الله لا یخادع، الله تعالی فریب داده نمیشد. مفتی نمیداند غیب را، لیکن الله تعالی میداند برادر عزیز. برای همین برادر اگر فقط گفته باشد که جوابت را دادم گفته باشد و مقصدش طلاق باشد، بله یک طلاق میغلطد، میتواند گشته زندگی کند اگر حالی ایدهش نبر آمده باشد. اگر نیتش طلاق نباشد طلاق واقع شدگی نیست. لیکن این فتوا نیست برادر، این هم تو ذکری مسئله هست، ذکری جوابی همین مسئله. این همچون برای معلومات، همچون برای علم. برادر عزیز باز تکرار میکنیم مسئله طلاق کوشش کنید تا عموما طلاق استفاده نبریتون. طلاق برای آن آدمی که به یک زن گرفتار شده است که او زن هیچ دوست داشته نشد، هیچ مراسم کرده نشد، 100% به خلاصه آمد که این زنک جدا شدن نکرد چون که این زنک برای ما دوزخ است. یا یک زنک گفت که این شوهر برای من دوزخ است، من اینکه نمیتونم زندگی کرده. یعنی در بالای قهر و غضب نه، در وقت آرامی شاید 5 ماه فکر کرد، شاید 3 ماه فکر کرد، وقتها گذشت به خلاصه آمد پدر و مادر هم مصلحت کردن که اینا جداییشان خوشبختینده است. بعد در همین حالت بعدی از حیض پاک شدن از یک طلاق میدهد. همین یک طلاق تمام مسئله حل میشه. چی در کار 3 طلاق دادن یا چی در کار در هر یک مسئله طلاق دادن؟ از خانه برآمدی 3 طلاق. من امروز یک آدم نوشته است شوهرش 301 طلاق کرده است با بیگاهیش با 3 طلاق دیگه. من میپرسم که چند طلاق شد؟ هم 304 طلاق شد.
برای همین برادرها، برای چی استفاده می‌برید مادامی که دوست می‌دارید، مادامی که زندگی کردن می‌خواهید، برای چی این گپ‌ها می‌گویید؟ در بالای قهر و غضب باید آدم خودش را دارد. صبر کنید. بله.